بعضی ها میگه که ما میخواهیم در جنگ پیروز شویم. یک کلمه را و یک جمله را برای شما میگم. پیروز در جنگ یا کامیاب در جنگ ناکام اصلی است. راستی براتان بگویم، بالای کی پیروز میشین؟ بالای کی موفق میشین؟ بالای مردم خود؟ بالای قبرستان ها؟ بالای هدیره ها؟ حکم روایی سر کی خواد کردن؟ امیر حزب اسلامی و امیر وطن بالای کی خواد شدن؟ بالای تمام بیوزنا؟ بالای یتیمان؟ و باز آخرش هم بگوییم که ما جهاد را بردیم، ما جنگ را بردیم، ما پیروز شدیم. هیچ کس زیان نمی بینه غیر از افغان. پاکستان